به نام خدای بزرگ. خانم و آقایون سلام، وقتتون بخیر باشه. من سینا هوشمندی هستم و اینجا برنامه جوالدوزه. خیلی ممنونم از اینکه همچنان بیننده برنامه ما هستید. اخیراً خبر تعطیلی یک گروه صنعتی با وجود 1100 کارگر جوالدوز رو بر این داشته تا پای صحبت مدیر این مجموعه بشینه. در چهارمین قسمت از برنامه جوالدوز گفتگوی من رو خواهید دید با مدیر گروه صنعتی بوزرجمهر. با ما همراه باشید. مهمان امروز برنامه ما مدیر محترم گروه صنعتی بوزرجمهر هستن، جناب آقای کاظمی. آقای کاظمی سلام، وقتتون بخیر باشه. علیکم السلام، وقت شما بخیر ان شاءالله. خیلی متشکرم. اسم کوچکتون چیه؟ اسم کوچک من خدا شکره. میگم چه کردید که بوزرجمهر تعطیل شد؟ بوزرجمهر من سال 67 راه اندازی کردم. اومدم در شهرک صنعتی راوند یک کارخونه 15000 متری راه انداختم. شروع کردم قالب‌های بتون که از اروپا می آمد با کمک دانشگاهیان عزیز و جوانان ما برای اولین بار در کشور این قالب‌های بتون راه انداخت. بعد ما اومدیم در شهرک صنعتی امیرکبیر یه 12 هکتار زمین آزاد خریدیم. حتی رفتیم این ور اون ور زدیم، به ما اون زمان دولت نداد. بعد بهتر ماشین‌های دنیا رو آوردم و الحمدلله تا سال 92 ما هر روز پیشرفت داشتیم. واقعا پیشرفت خوبی داشتیم و در خاورمیانه بلکه حرف اولی می‌زدیم. با اروپایی رقابت می‌کردیم. اکثر کشورها صادرات داشتیم. دوباره یه مدت کوتاه گذشت و دیدم یه روز دفتر من وارد شدن از طرف اداره دارایی. یه سری پیش فاکتور از ما گرفتن. نه فاکتور، پیش فاکتور. 11 میلیارد و نیم من ارزش افزوده نوشتن برای پیش فاکتور. 23 میلیارد تومان برای اون جریمه نوشتن که مدارکش هم موجوده. جریمه واسه چی؟ برای اینکه شما این پیش فاکتور را ارزش افزوده ندادی. پیش فاکتور ارزش افزوده تعلق نمیگیره. اگر فروش بشه فاکتور بشه تعلق میگیره. بهانه. بعد اومدن اینه 11.5 میلیارد تومان اصلش 23 میلیارد تومان جریمه برای اون 10-12 میلیارد تومان درآمد نوشتن، نزدیک 50 میلیارد تومان شد. ما هر دری زدیم اینا جواب ما را ندادن. گفتم آقا قربونت برم این پیش فاکتوره، فاکتور نیست. اگر من میفروختم فاکتور نمیکردم بله من دارم مشتری از پیش فاکتور از من میگیره یا بانک از پیش فاکتور میدم. اینا دیگه معامله انجام نشده، پس شما نمیتونی بنویسی. بالاخره میخواستم منو گیر بیاندازم، بالاخره بهانه. اومدن حسابای منو بستن، خانواده‌مو بستن، ماشین کارخانه‌مو توقیف کردن، ماشین بچه‌مو توقیف کردن، زندگیمو رو به هم ریختن. من مجبور شدم برای اینکه زندگیمو همه رو توقیف کردن، حسابمو بستن. رفتم از فامیلم یه کارت بانک گرفتم. من برای یه بقالی خواستم یه 100,000 تومان جنس بخرم، کارت فامیلم استفاده کردم. پول رو ریختم بین اونو. آرام آرام توی این 3 سال کشور من معذرت می‌خوام شرکت من نابود شد. اومدن از تأمین اجتماعی شعبه 25 تهران وارد شدم به کارخونه شما در دفتر تهران ما. خب والله و بالله الکی نوشتن. رفتیم داد زدیم، فریاد زدیم قربونت برم این که ما خرید کردیم تأمین اجتماعی تعلق نمیگیره. ما کارگر کارمند طرز قانون همیشه دادیم تأمین اجتماعی به موقع دادیم. میرم لیستش یه رقمی یادم نیست، نمیدونم 1 میلیارد خورده اونجا هم نوشتن. این تنها 1 میلیارد و نیم نیست، حالا دنبالش ببین چطوری ما نابود کردن آقایون. من رفتم به مدارک پیش وزیر محترم جناب آقای ربیعی، رئیس سازمان تأمین اجتماعی آقای نوربخش، معاونش، همه رفتم مدارک بردم. گفتم آقا اینا به من ظلم میکنن. قبول دیدم نه، هی پاس میدن. رفتم حراست نوشتم. فرداش زنگ زدن گفتم آقای کاظمی سلام علیکم. گفتم بفرمایید. آقای کاظمی شما یه مشکل داره تأمین اجتماعی؟ گفتم که چطور؟ گفت آره بسیار 1 میلیارد خورده شما رو نوشتن، ما میتونیم 10% بگیریم به شما حل کنیم این مشکل.
من فکر کردم خب من چه اهل رشوه نیستم، توی 30 و چند سال رشوه ندادم. 2 ماه گذشته بود خبردار شدم، روزنامه ها نوشتن یه اکیپی از توی یه باندی گرفتن توی وزارت کار، این آقایون تحریک میکردن، میرفتن شرکت ها رو مینوشتن، بعدا میرفتن از بیرون دلالا میگفتن آقا درصد بده ما درست کن. هر ما گفتم آقا این پرونده من حل کنیم، بنا حق. هیچ کس اعتنا نکرد، پولای من تو شرکت‌های دولتی موند. بالاخره این طور شد ما را بیچاره کردن و بدبخت کردن. ما هم تعطیل کردیم، 1100 نفر هم شد، الان 60 نفر. الان خانم‌های کارگرا زنگ میزنن گریه‌زاری میکنن، خودشون زنگ میزنن گریه‌زاری میکنن. گفتم پسرم کار ندارم چیکار کنم. شما خودتون چقدر تلاش کردید که تصویر یک کودک یا همسر یک کارگر رو ببینید که به حال شرایط خوبی ندارن توی این عرصه؟ بنده والله تا همین الان هرچی توان داشتم، دیگه واقعا وضع مالمون خوب نیست، ولی هرچی توان داشتم وظیفه‌ام انجام دادم، کمکشون کردم، ولی یه توانایی نداریم. این اتفاقی که شما میگین مخصوص کارخونه‌های خصوصی یا نه کارخونه‌های دولتی هم درگیرش شدن؟ ببین من به عنوان یک بازاری نظرم اینه کارخونه‌های دولتی هرچی سریعتر باید جمع بشه، برای اینکه سر مدیریت این کارخونه جنگ دعواست، پارت بازیه که من مدیر بشم، اون میگه من مدیر بشم، این میگه من مدیر بشم، اون گروه میگه مال من بشه، اون میگه مال من بشه. آخر سرم میبینیم 400 میلیارد یک کارخونه سر سال 12 میلیارد ضرر میده، هم تولید از بین میخوره، هم سرمایه کشور نابود میشه. مگه رهبر عزیزمون چندین بار اقتصاد مقاومتی رو اعلام نفرموده؟ این آقایان چرا گوش نمیکنن؟ چرا اجازه میدن بیسکویت وارد بشه؟ چرا اجازه میدن چیپس وارد بشه؟ بعد مسئولای شهر چقدر شما رو کمک کردن؟ ببین دست مسئولین شهر کاشون نیست پسرم. اگر دست مسئولین شهر کاشون بود واقعا کمک میکردن، آدم رضای الله بگه. ایراد ما اینه که تو شهر کاشون بزرگترین ایراد ما اینه که وابسته به استان اصفهانه. تا موقعی که شهر کاشون وابسته به استان اصفهان بشه، کاشون همینه. حالا با توجه به اینکه اینقدر از کاشان و کاشانی‌ها تعریف میکنید، چرا اینقدر کارگر غیر بومی توی کارخونه داشتین شما؟ چندین بار رفتم اداره فنی حرفه‌ای، گفتم آقا قربونتون برم منم حتی کمک کنم. اوایلا بنده چندین بار رفتم نامه نوشتم آقا این فنی حرفه‌ای بیارن که آچار به دست یاد بدن تو این فنی حرفه‌ای. نداشتم آدم آچار به دست نداشتم، مجبور بودم. یه جوشکار من پیدا نمی‌کنم. الانش هم الان جوشکار حرفه‌ای من پیدا نمی‌کنم. شما همین الان به من جوشکار حرفه‌ای بدین، آچار به دست بدین، همونا بیرون کنم اینو بیارم. مگه میشه این همه نیرو توی سایپا فعالیت میکنن؟ اونو واسه چی؟ همه اونا را بپرسن. از اگر بوزر جمعه صنعت نبود سایپا نمیتونه سراغ بده. اکثر کارگرای فنی من سایپا برد. 14-15 ساله توی شرکت دارم کار میکنم. یعنی این شرکت با این ظرفیت 10% ظرفیتش من کار نمیکنه. وضعیت همین 3 سال 2 سال وضعیت خراب شده. خیلی اوضاع احوال کار خراب و داغون هستش. هیچ زمانی به اوضاع این 3 سال 4 سال از 92 این واقعیت تا حالا نشده. ما دست کارفرمون هیچ گله‌ای نداریم. کارفرمون تا تونسته برامون گذاشت. یعنی همه رفتن بیمه بیکار، یعنی کار زیاد پیدا نمیشه. 17 هکتار بیابون آبادش کرده، ساختمون ساخته، ملک ساخته که کار کنه. حال با درش ببنده بره. کار این شرکت هم با پروژه عمرانیه. قرقیزستان داشتیم، عراق داشتیم، نیجریه داشتیم، کنیا داشتیم، ونزوئلا داشتیم. تازه ما بازم خوش شانسیم که اومدیم. برن فکر کنن نتیجه بیکاری چی خواهد شد. واقعا ببینن چه جوری زندگی می‌کنن. 2 تا بچه داریم، خجالتی تو خونه نمیریم.